بالاخره هم دیگر رو دیدیم آقای پترو. خواستم بابت تربیت چنین فرزندی ازتون تشکر کنم. شنیدن این حرف از شما باعث خوشحالی منه. ممنون از لطفتون سرورم. آنها این دفعه ما رو خیلی ترسوند، ولی لجبازیش برای اولین بار به درد خورد. خدا رو شکر که دوباره برگشت پیشمون. خیلی ممنونم سرورم. آنا، جالت خوبه؟ چرا انقدر رنگ و روج بریده؟ میخوای یکی صدا کنم؟ نه خوبم سرورم. پدرم رو دیدم یکم احساساتی شدم. حتما برای اونه. خیلی خوب. من شما رو تنها میذارم. پدر دختر یکم خلوت کنید. ممنونم سرورم. متشکرم. میگم عصر برم قصر برای ملاقات آنا. بالاخره زفیر باید برای احوال پرسی برم ببینمش. اینطوری خیلی بهتره، مگه نه؟ همینطوره، ولی یه موضوع دیگه هم هست. نامیک پاشا و موسا همچنان دارن دنبالمون میکردن. کم مونده محل زندگیشم پیدا کنم. خب چی میخوای بگی زفیر؟ چی کار باید کرد؟ به نظرم نگرانی نداره. احتمالاً آشوب مورا رو به یورکو نسبت میدن. آره، ولی اینجوری خیلی خوب نیست. به نظرت بهتر نیست یکم همه جا رو به هم بریزیم؟ مثلا چی کار کنیم؟ مثلا اسم یکی رو بدیم که یه زمانی تو خونش زندگی میکرده، یکی که پر رو و وراج باشه و اونا رو گمراه کنیم. به نظرت نمیشه؟ میشه حتما دیمیتری. با دیمیتری حرف زدم، همون جوری که گفته بود این سلطان. چه عکس العملی داشت؟ خیلی به هم ریخت، ولی هدفمون رو کاملا براش توضیح دادم. فکر نمی کنم بیخبر از ما کاری رو انجام بده. میتونم بگم متوجه زور و قدرتمون شده، از ظاهرش که پیدا بود. خوبه، ولی این موضوع سوء قصد و فکر نمی کنم بیخیال شده باشم. برای یه مدت هم شده بیرون از قصر نباید بیای، چون پادشاه الان به همه شک داره. چشم سلطان، هر چی که شما امر کنید. بیا تو. نگرانت بودم. اگه میخوای بعدن میتونم بیام. این چه حرفیه؟ بیا تو عزیزم، بیا. بهتری انشالله. من خوبم، ولی تو یه چیزیت هست. چی شده که چشمات اینقدر غم داره؟ یه بازی کثیف واسم درست کردن. این کارو نکن. صورت ماهتو خراب نکن. تعریف کن ببینم چی شده. به عمه اسما از احساسم به نامیک پاشا گفته بودم. قرار بود اونم بره و با پادشاه صحبت کنه که بهش برسم، ولی از طرف خودش اسم موسا رو به پادشاه داده. میخوان منو به عقد آقا موسا در بیارن. میتونی باور کنی اینو واقعا؟ سلطان اسما برای چی همچین کاری کرده؟ گویا خیر منو میخواسته. این خیر الان اینجوری میشه خونه زندگی تشکیل داد؟ هیچ راه فراری ندارم، فقط میتونم خودمو بکشم. دور از جونت، این چه حرفیه که میزنی؟ هر چیزی یه راه حلی داره. من با پادشاه حرف میزنم، سعی میکنم حل کنم این موضوع رو. تو به من اعتماد کنه، منتظر باش. باشه؟ مرسی که هستی آنا. من از کجا بدونم که این آدم خائنه؟ خدا شاهده من اصلا گناهی ندارم. متوجه شدیم آقا، فقط اتاقشو به ما نشون بده. نشونتون میدم. چرا نشونتون ندم؟ من چیز پنهونی ندارم.
همه چی رو بهتون میگم. بسه اتاقو نشون بده، ما چیز دیگه ای نمیخوایم. چه خبر تا صبح؟ خدا خیرت بده، راه بیافت. برو یکم تندتر برو. دنبالم بیاید. چه مدتی اینجا میموند؟ حرف بزن. 3 ماه تو این اتاق بود. میخورد و میخوابید. نه با من حرف میزد نه با کس دیگه، حتی یه کلمه. واقعا آدم توداری بود. ممنون، میتونی بری. از ایتالیا اومده. معلومه که از آشوبگرای مورا بوده. اینجام یه آدرس نوشته پاشا. مال کیه؟ معلوم نیست مال کیه. به نظرم بریم ببینیم بد نیست. نظرت چیه؟ شاید هم مال کسیه که هم دستشه. آشنا به نظر میاد. سمت یبیه ولی درست یادم نیست. راست میگی، باید بریم ببینیم. باید این کارو بکنیم. سرورم. ماده تو چرا سر پایی؟ مگه قرار نبود استراحت کنی؟ حق با شما سرورم، ولی باید باهاتون حرف بزنم. یه موضوع مهمی هست. موضوع چیه؟ بگو ببینم. سرورم، شما صبح به من گفتین هر چی که ازم خواستی بگو. منم جسارت کردم و خواستم و گفتم و پدرم هم دیدم، ولی بازم یه خواسته دیگه ای دارم. البته ببخشید. بگو ببینم. خدا میدونه چیه. چند وقته که گلفدان خیلی ناراحت سرورم. با اون یکم درد دل کردیم. یه اشتباهی پیش اومده. به نظرم آقا موسی برای ازدواج با اون مناسب نیستش سرورم. دلیلش؟ چون که راستشو بخواین گلفدان آقا موسی رو دوست نداره. نه این چیزا رو سر پا نمیشه صحبت کرد. در ضمن من با گلفدان صحبت کردم. خیلی دوست داشت. شاید یه اشتباه پیش اومده سرورم. این موضوع رو فوراً باید کنسل کنید. گلفدان خیلی قصه همچین چیزی می‌کنه. امکان نداره. من با موسی حرف زدم، اونم قبول کرده. حرف یه بار از دهن در میاد. هر چیزی یه اصول و قواعدی داره. بازم اصول و قوانین. گلفدان مهمتره یا قوانینتون؟ چقدر قشنگ دعوا میکنن مثل زن و شوهرها. ای خوبه، آخه الان جای این حرفاست انبر آقا. کار و زندگی داریم، راه خب بیافت. دستم ول کن، دارم میام. اینا عاشقه همه، عاشق. بیا سرورم، ولی شما گفته بودین که هر چی که خواستم بهتون بگم. من از کجا میدونستم تو همچین چیزی میخوای بگی؟ تو هم مثل زنهای دیگه چیزای دیگه بخوا. چه میدونم، جواهر بخوا، لباس بخوا. ولی آخه این چی از من میخوای؟ من به این چیزا نیازی ندارم سرورم. به جز خوشبختی بچه‌ها چیز دیگه ای نمیخوام. خودتونم میدونم. میدونم، ولی این دفعه موضوع فرق داره. بشه بازی مگه؟ گلفدان خودشم دوست داره. قولشو دادیم دیگه. این موضوع هم اینجا تموم میشه. اگر اینطوره من مزاحمتون نمیشم سرورم. رفع زحمت میکنم. با اجازهتون. فوراً برو به استراحتت برس. دیگه تو رو سرپا نبینم. اطاعت میشه. خیلی نگران گلفدانم. تا صبح نخوابی، تو تختش اشک ریخت و گریه کرد. میترسم یه بلایی سر خودش بیاره. من با پادشاه صحبت کردم ولی نظرش عوض نمیکنه. هر چی که میخواد بشه ولی این موضوع باید حل بشه. حتما. چی تو فکرته ها؟ با نامیک پاشا حرف میزنم. همه چی رو براش تعریف میکنم و ازش کمک میگیرم.
چیز دیگه به فکرم نمیرسه. حق با توی آنا. نامیک پاشا آدم مهربونیه. از رسیدگی به این موضوع امتناع نمیکنه. امیدوارم صالح، امیدوارم. پاشا مطمئنی درست اومدی؟ اینجا خونه آقا خلیده. اگه باور نمی‌کنی خودت ببین آقا موسی. همیشه ما اشتباه میکنیم. اشتباه بزرگتر آقا خلید میکنه. مجبوریم در رو بزنیم ببینیم چه جوابی داره بده. تا خبر رو گرفتم دویدم اومدم آقای صدراعظم. هم از طرف خودم هم روسیه آرزوی سلامتی بهشون بدهکارم. ممنونم سفیر دیمیتری. خدا رو شکر بدون خطر جانی این موضوع رو پشت سر گذاشتم. آنا خانم چطورن؟ حالشون خوبه؟ در حال استراحته. رفته رفته بهتر میشه. شما باید به یه همچین آدم شجاعی واقعا افتخار کنین. حق با شماست آقای صدراعظم. به پادشاه سلام و عرض ادب منو برسونید. هممون موظفیم در خدمت ایشون باشیم. میرسونم. نگران نباشین. خیر پیش. پاشا، باید نامیک پاشا رو ببینم. کجا میتونه باشه؟ من خبر ندارم. ممنونم. کجا میتونه باشه؟ نگرانتون شدیم آنا خاتون. همه ی سفارت خونه ناراحت شدن. خدا بد نده. ممنونم. خوب. آقا خلید باید میومد تا حالا. دیگه باید برسه. میخواین سرپا وای نسید. بفرمایید اینجا شربت براتون بیارم. نیازی نیست آقا کهیا، میتونی بری. خیره پاشو، بعد جوری تو فکری. موسی میدونی چقدر به خلید مشکوکم؟ دارم دنبال یه مدرک به درد بخور میگردم ولی یه حس عجیبی دارم. به نظرم راه درست رو داریم میریم. والا منم از آقا خلید زیاد خوشم نمیاد میدونی، ولی باید دنبالش بگردی. واسه متهم کردن کسی مدرک درست حسابی لازمه. صدا میاد. انگار کسی یه کمکی میخواد. معذرت میخوام خانم، ما یه دفعه اومدیم تو ولی یه مشکلی پیش اومده. ببخشید نیت بدی نداریم، الان میریم. موسی یه چیزی میخواد بگه. قلم و کاغذ میخواد. اینا رو میخواستین خانم؟ چی نوشته پاشا؟ داره اتفاقی عجیبی میفته موسی. بگو ببینم چی نوشته. نوشته خائن. خائن؟
حتما کاری براش پیش اومده، تا این موقع دیر نمی‌کرد. مشکلی نیست. روز خوش. حق با تو بود پاشا. یه کاسه زیر نیم کاسه است. این آدم قابل اعتماد نیست. این دوتا تو خونه من چی کار میکنن؟ سریع باید با پادشاه صحبت کنیم. بریم العصر. نکنه. برو. سرورم، دنبال تحقیقاتمون رفتیم تا به خونه‌ای که یورگو زندگی میکرد رسیدیم. داشتیم میگشتیم که یه برگه راجع به مورا پیدا کردیم. پس با آشوبگره مورا هم دست بوده. ما هم همین فکر کردیم، ولی با یه اطلاعات عجیب دیگه ای مواجه شدیم سرورم. چه اطلاعاتی؟ تو وسایل ها یه آدرسی پیدا کردیم، اسم نداشت. به سمت آدرس راه افتادیم. وقتی رسیدیم با خونه ی آقا خلید مواجه شد. تو میدونی چی داری میگی نامیک؟ ما هم برای اینکه بفهمیم موضوع چیه رفتیم خونه آقا خلید. ولی همسرش به زور سعی کرد یه چیزایی به ما بفهمونه. یعنی آقا خلید سعی کرده منو بکشه. باید بگم که مسائل زیادی هست که باید از اون سر در بیاریم. سری آقا خلیدو بیارید اینجا. جلوی خونش نگهبانا وایستادن سر، ولی خبری از خودش نیست. همه جا داریم دنبالش میگردیم. هرچه سریعتر دستگیرش کنید. دوست دارم ببینم چه توجیه قانع کننده ای داره. بالاخره میفهمی. نگران نباش آقا خلید. بیا بشین، آروم باش، بعدش با هم صحبت میکنیم. اصلا با عقل جور در نمیاد سلطانم. با عقل جور در نمیاد. اون دو نفر تو خونه من چی کار میکردن؟ نکنه همه چی رو فهمیدن؟ بس دیگه حرف مفت نزن. آقا خلید به خودت بیا. اگه فکر میکنی همه چی رو فهمیدن برای چی اومدی اینجا؟ اگه همه چی رو فهمیده بودن قبل از تو میومدن اینجا. حالا این حرفا رو ول کن. ببین دیگه به چه دلیل ممکنه اومده باشن سراغ تو. سلطانم دارم فکر میکنم ولی چیزی به ذهنم نمیرسه. پس مثل یه خطاکار رفتار نکن. خون سرد باش و برو خونت. ببین چه اتفاقی افتاده. برو. حق با شماست سلطانم. منو ببخشید. یا آن خودم رو گم کردم. من فوراً برمیگردم خونه. با اجازه شما سلطانم. نامیک پاشا، از صبح دنبال شما میگشتم. واقعا؟ خیره؟ راستش راجع به یه موضوع خیلی مهمی باید باهاتون حرف بزنم. بفرمایید. گلفدان تو شرایط خوبی نیستش نامیک پاشا. منو خیلی نگران کرده. میتونین به من اعتماد کنین، همه چی رو دوست دارم. باید بگم که متاسفانه گلفدان توی ازدواج ناخواسته گیر کرده. کسی که این همه وقت تو قلب و ذهن گلفدان هست موسا نیستش. پس کی؟ شما این نامیک پاشا. گلفدان عزیزم، انقدر به خودت سخت نگیر. بلند شو بریم حیاط بگردیم یه هوا بخوریم، برات خیلی خوبه. پاشو. هیچ کاری دوست ندارم بکنم صالح. حتی آنم نتونست نظر پادشاه رو عوض کنه. خیلی ناتوانم. انقدر سریع تسلیم نشو. هنوز یه امیدی هست. کمم که باشه یه نوری دیده میشه. تا آخرش باید بجنگیم. انقدر راحت خودتو ول نکن.
موضوع اینه که گلفدان از احساساتش به شما به سلطان اسما میگه و معلوم نیست چرا سلطان اسما وقتی به پادشاه میگه به جای اسم شما اسم آقا موسی رو داده. باورتون میشه اسم آقا موسی رو داده. گلفدانم فکر کرده که اسم شما رو به پادشاه گفتن و خیلی بابت این موضوع ازدواج خوشحال شده بود. پادشاه هم تصمیمشو گرفته ولی حقیقت فاش شد، اما پادشاه از حرفش به هیچ عنوان بر نمیگرده و گلفدان حالش خیلی بده. میفهمم، خیلی خوب میفهمم. نتیجهش هم اینه که گلفدان وضعیت خیلی پریشونی داره. میدونید خیلی دختر حساس و ساده ایه. خیلی نگرانم نامیک پاشا. خوب شد که بهم گفتین. مطمئن باشید که تمام سعیمو میکنم تا این موضوع رو حلش کنم. از اینکه ناامیدم نکردین خیلی متشکرم نامیک پاشا. اسما خیر آقایون، اینجا چی کار میکنی؟ منتظر شما بودیم آقا خلیل. دستور پادشاهه. باید با ما بیاین قصر. اعلی حضرت میخوان ببیننت. بریم ولی دلیلش چیه سرنگهبان؟ اطلاعی نداره. آنا اینجا چی نوشته؟ پدرم نوشته. آرزوی سعادت و عمر طولانی کرده برام. روز تولدم این کتابو بهم هدیه داده. خب این تاریخ امروزه، یعنی امروز تولدته؟ تو چیزی گفتی؟ نه، یه آهنگ هست که خیلی دوستش دارم، داشتم اونو زمزمه میکردم. تو کجا داری حاضر میشی ها؟ میرم پدرم ببینم. تو اصلا به خودت فکر نمی کنی ها؟ تازه از رخت خواب بیرون اومدی، مریضی هنوز، به جای استراحت همش دنبال کارای دیگرانی. پدرم نگران میشه، نمیخوام فکر بکنه و قصه بخوره. از اتاق یورگو آدرس تو پیدا شده. میخوام بدونم آدرس خونه تو دستی قاتل چی کار میکنه؟ به خدا سرورم، من این قاتل رو نمیشناسم. اصلا نمیدونم چرا آدرسم داشته. خدا شاهده نمیدونم. پس تو هیچ خبری نداری؟ همینطوره سرورم، ولی ممکنه برای منم سوء قصد ترتیب داده باشم، چون وفاداریم به شما رو همه میدونن. معلومه، ولی فقط همسرت خبر نداره. نوشته تو خائنی، اونم سوء قصد داشته؟ همسر من؟ ولم کنین، یه اشتباهی شده. اشتباه شده. زن من مریضه، عقلش سر جاش نیست. اون حتی برای شهادتم مناسب نیست. منو ول کنید، ازتون خواهش میکنم. وقتی داشت مینوشت عقلش کاملا سر جاش بود. برای نوشتن خیلی تلاش کرد. خودت هم میدونی. من میدونم تو چی میگی. به خیال خودت روی پادشاه تأثیر میذاری که من از سر راه برداری. از کجا معلوم که اون نامه رو خودت ننوشته باشی؟ ها؟ اینا رو دیگه باید به حاکم توضیح بدی. ولم کنین، من بیگناهم. چی کار کردم مگه؟ ولم کنین.
خواهش میکنم ولم کنید. ولم کنید. خوش اومدی. ممنونم. اومدم که نیکولای ایوانوویچ رو ببینم. میدونین کجاست؟ باهاش قرار دارم. البته پسر، برو این مسافر روسو بیار. یه ذره منتظر باش. متشکرم. آنا ببخشید منتظر موندی. خوب شد که اومدی. میخوام با حرف نیکولای، نامه‌ای که فرستادی رو خوندم. یه موضوع دیگه هم هست موسی. بفرمایین. همه ما میدونیم که نامیک پاشا به آقا خلید بدبینه. به خاطر همینم ترجیح دادم از تو بپرسم. تو راجع به آقا خلید چی فکر میکنی؟ سرورم، من از آقا خلید خیلی خوشم نمیاد، ولی بعد از دستگیریش، رفتار و تعجبش به نظرم واقعی اومد. منم همین فکر میکنم، ولی تحقیقات با مدارک انجام میشه، نه با احساسات. شما به تحقیقات ادامه بدین، از جاسوسامونم بپرسین ببینیم که با تشکیلات چه ارتباطی داره. چشم سرورم. آدم عجیبی هستی. تو چرا تو نامه راجع به مشکلاتت بهم هیچی نگفتی؟ آنا خواهش میکنم تصمیم تو درباره رفتن بهم بگو. نامه‌ای که فرستاده بودی پدرم داد، ولی یه مشکلی هست که تو هم باید بدونی. نمیدونم چجوری بهت بگم، ولی باید بگم. به هیچ وجه نگران نباش، من کنارتم. از این کشور میریم و به روسیه برمیگردیم. کافیه فقط بخونیم. از اینجا بگم. گوش کن ببین چی میگم. من همه کارا رو انجام دادم. با این نفرم صحبت کردم. فردا صبح حرکت میکنیم. اون آدمی که ما رو میبره خیلی قابل اعتماده. بازم میگم کافیه تو راضی باشی. فقط با رسیدن ما به اونجا مشکلاتمون حل میشه. آنا میدونم که این تصمیم برات سخته. نگران پدرت هم نباش، اونم میبرید. خواهش میکنم ما باید از اینجا بریم. اگه بفهمم تو جاسوسی ما رو زنده نمیذارم. آنا تو خودت میدونی که ما به هیچ وجه وقت نداریم. آنا ما باید جونمون رو نجات بدیم. اما من نمیتونم تو این وضعیت از اینجا برم. به پادشاه چی بگم؟ به پادشاه؟ بله، فکر نکنم که اجازه بده از اینجا برم. شاید اون زمان حرکت کیه؟ باید یکم صبر کنم. باشه همینجا میبینمت. تو همینجا باش. خب من الان برمیگردم. نه باشه؟ من فعلا باید برم به قصر، اونجا یکم کار دارم. آنا خودم بهت خبر میدم. داشتی میومدی مواظب باش که کسی تعقیبت باشه نکنه. نگران نباش. باشه بشین کارت دارم. حس بزن چی برات آورده. ممنونم ازت، خیلی با ارزشه. خیلی ممنون، ولی من نمیتونم اینو ازت قبول کنم. چرا؟ معذرت میخوام میکنم. اینو باید به همسر آیندت بدم. این یعنی چی خواهر ها؟ این معنیش چیه؟ یعنی آره. یعنی آره. پس دو پیمانم آرد. دو پیمانه آرد. باشه شاهزاده، دیگه چی باید بریزیم به این کیکی که میگی؟ دیگه کاکائو هم لازمه. اینجا رو نگاه کن، نوشته به مقدار زیاد. کاکائو؟ اونو حالا از کجا پیدا کنی؟ فکر کردم لازم نیست، سفارش ندادم. پس بفرستین یه پاکت بخرم. من برم یه پاکت بگیرم بیام. آره گردش هم میکنی. چقدر تلخ بود. خب پس اونم حله. این کرم کارامل مثل شیرینیای ما میمونه. نمیدونم چه نیازی هست به چیزای جدید.